بچه‌ها سلام همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب آقا، بعد از مدت‌ها گردونه M13 متیک به بازی برگشت. بچه‌ها فکر کنم 3 بار برگشته با این باری که اومده، شاید هم 4 بار. ولی هر باری که برمیگرده بچه‌ها، یعنی هر کسی نداره این گانو میره میزنه، از بس این گان خفنه. بچه‌ها خیلی هم این گان محبوبه، من خودم خیلی دوستش دارم. بچه‌ها حالا آیتم‌های گردونه‌شو بخوام بهتون نشون بدم، ببین M13 که همونه، اوکی. اسکینش گست اسرائیله. بعد گان اپیکش SKS اپیکه بچه ها، خیلی خفنه. بعد یه دونه از این اسمشو دقیق نمیتونم، داخل مولتیه، ترمایت اینجا نوشته بود. ترمایت که تو مولتی میندازی آتیش میگیره طرف، لجندشه بچه ها. یه چاپر هم که داره دیگه، دنسوینش هم که دیگه اوکی. بچه ها فول آپگرید این گان شماره یکش که شماره صفرش اتچمنت بهتون میده، این گان براتون متیک میشه. شماره یک برچسب بهتون میده، یعنی لول 1 گان. اگه لول 2 بکنین بچه‌ها، از مازلش یه نور خاصی میاد بیرون، یعنی موقعی که تیر میزنی یه نور قشنگ میاد بیرون. بیشتر توی مولتی معلومه، تو بتل زیاد مشخص نیست. شماره 3 یک کیل افکت قشنگ شیشه‌ای میشه، خیلی قشنگ بچه‌ها براتون باز میشه. شماره 4ش اتچمنت براتون باز میشه، یعنی اتچمنت هایی که بچینین براتون متیک میشه، قشنگه. شماره 5 یه دونه چارم براتون باز میشه، چارم متحرک. شماره 6 بچه‌ها همون نوری که مازن میاد بیرون، رنگش قرمزتر میشه، فرق داره، اینم تو مولتی بیشتر مشخصه. شماره 7ش یک کیل افکت فوق العاده بچه‌ها، من این کیل افکت رو خیلی دوست دارم، خودم اینو گذاشتم. و شماره 8 هم بچه‌ها کیل افکت که براتون باز میشه، اتچمنت براتون باز میشه، هیچی. تو مولتی هم میتونید گانتون رو بندازید رو زمین تا یاراتون هم بردارن. بچه‌ها فول گردونه این گان 5800 تا سی پی میخواد. فول آپگریدش هم اگه خوش شانس باشین 4000 تا، اگه بد شانس باشین 6000 تا، یعنی حدوداً 5K برای فول آپگرید هم میخواد. و اینکه آقا اتچمنت هم براتون آخر ویدیو میذارم، خیلی خفنه اتچمنت. بعد اینکه آلکاتراز هم 12 روز اومده، قراره با هم دیگه کلی ویدیو بگیریم از آلکا و فیلم‌های قشنگ بذاریم. آقا ما بریم با هم دیگه یه مچ خفن رو داشته باشیم و یه اتچمنت خفن براتون تست کنم. چی فهمتی که نمیندازی؟ بچه‌ها استارت شد و کلی انمی به ما متاسفانه اکتیویژن یار نداد. من کف فرندام 2 نفریم بچه‌ها، ما کلا علیرضا قراره دوتایی چند تا گیل بزنیم؟ من الان آماده شو میدونی تو بالش ولی من نمیدونم بتونم 40-50 تا بیشتر بزنم. نزن علیرضا 40-50 تا. به ما مثل برسه. هر تا 5 تا رو نفاق باقیش با خوده. من 3 تا دونه میتونم بزنم. من چقدر از این پامپ بدم میاد. چی این پامپ میچسبه بودم؟ خوبه بیبید بدم نمیشه بندازی. کشتی خب جنگ من چقدر خندق دوست دارم این گانه رو. کریم بین کریم با این SMG موندم. علیرضا بیا کریم بردار، میخوام SMG بزنم. داشتم اینا اینجا دارم، کریم دارم من برداشت. بابا نزن اینطوری گونا دارم. من کلاس من عوض کنم. تیر شاتگان داری بهم بدی چند تا؟ آره 50 تا انداختم. حتی بده حداقل. دهن سیف باکس هم بودم، انمی اومد. بیا داداش بنوزم، چه مووی داری گست اسرائیل؟ بنوزم ده مووی داری داداش، همین الان فول گردونه باش. اودن کمینده اودن هم براتون باش، اودن کمینده دست در نکنه. نزن الان میاد. بیا نزن بده به جدید الان بعد بچه بنده میاد. یه ساعده متیک بد بدم، برو اودن بدم اونجا. خب ولش کن، بیا همینجا بزن. اومد بذار بیاد تیم آپ. هلو سادو اینا بدی
تو سلامتی که بدی هر کاری بگی انجام میدم. هر کاری بگی انجام اودنا تو میدی. بی واسه بده من اودنا. بیا بریم یار ما انمی ها رو بزنیم. ببریم. نزنی خودمونو. بیا اول نه بیا بریم. تو الان یاراتو فقط به ما نشون بده. یارات کجا؟ ما 2 نفریم. ما هم 2 تاییم. برو خب برو ولش کن. بذار بره ولش کن. ما خب کلا 2 تا هستیم بدبختان 2 تا. کسی اینجا پایینه. نمیدونم. بزنی SMG جدید. یه دونه باره من. برو پایین. اوه. یکی بک. صدامو گوشم رو تیم. علیرضا چی کن؟ بزن. دمیج خیلی دمیج. من نمیخوام بیام جلوی یه موقع وانتپ بشم منم. عرضمونم یه تیره. وای چرا انقدر همشون یه تیرن؟ چرا؟ داداش تیر رو ریجستر نمیشه. دمیجم کم شد دیگه. عجیبه. عرضه که ما جلو. یه تیره نایف. هک شدم نه تو هک شدم هایدا برام تو قاچم رو. علیرضا اون زیپلاین تو بزن کنار. آره یادم رفت. دارم میام بالا ها. وای عرضو چند نفر جلو کن. بیا با آتیش افتاد تنبالا. وای تکی علیرضا فقط فرار کن. همه جا یک دهن سید فقط برو. من آتیشش دمیج شدم. صبر کن پشت نمیه ها. 12 ثانیه موفق بزن. برو زیر زمین. دارم چی داریم؟ آنوان هم نداری. 4 ثانیه 3 2 1 اومدم. این دست باید وین میشی مشتی. خودتو میخوای بکش. پیدا کردی آرمون؟ نه آرمون ندارم. داری میزنی که ایش نمیزنی؟ باگه. اوه 4 تا جلو منم. من سیفم. اوکی. من بخواستم دراب برم. 4 تا کیل. چجوری زدم؟ اومدی؟ من M13 رو بکشم. من نزن من M13 میخوام بکشم. بله وای رنجو ببین. آقا طاهر عزیز اوه علیرضا برو روش. بچه ها اتچمنت فوق‌العاده است. یه تیره نمید یه تیره آتیشش کشمنه یه تیره آتیشش کشمنه نمید شدید بذار بیایی تو بردم
اومدی؟ پاره بدبخت. چلو کنه مهدی پارش. وای نوب سگ. علیرضا رو اون خونه، رو سقف خونه دیگه دارم دوتاشون مهمه چرا اصلا نگی؟ کجا رفتی میگی با من این طرفم. تو ولی تو منم اومد. اوه حاجی من عاشقم میزم. وای ما که تخم حاجی اینم یارش بود، پیدا شد، بالاهای دختر پیدا شد. بابا هیچی، من دیگه فقط مونده از تو بخورم. با گلم کنین نیاین اینطوری رو سر هاچ تدی. عرض پرواز بسته شد علیرضا، فایت نده بی پیش من. دارم میام، یه نفر اومد تو. وای علیرضا گفتم بی بالا داره یارشو بلند میکنه. نه دزدید کینه منو. حالا بزنم. ندید تکی دیگه خود بازی کن. پرید پایین ولش کن. امسیز منو برو بردار اگه گان نکشیدی. کشیدی گان؟ چی میخوام؟ آبی SMG میخوام. تیر ندارم، صفرم تیر. از دستگاه بگیر یکم علیرضا بالا اون ستونه است نزند. جلوت هم یه بسته افتاده. اصلا فایت نده، صبر کن بذار اینا درگیرشن. مرسی که فایت نده. نبید نخند وایسا من اینجا نه خود بازی کن دیگه. دهنت سرش که گانت رو ریلود نمی کنی. یکی خوابیده بالا سقف چپت. دیدی خوابیده رو سقف. دارم تو آبا چقدر میستادم پشمو. اشکال نداره فدا سره. برو از اون بیرون نمیری. عالی. دهنت که گاهی علی چرا پلکشو گلد داری؟ تیر ندارم. برو دراب تیر بردار. برو قشنگ پشت دراب کسی نبینه تو. اشکال میزنم با هم میزنم. عزیز با همه درگیر نشو، بذار اینا درگیرشن با هم. نرو. دیدی؟ آها بزنش حالا. قشنگا کن خیلی راحت و مجلسی. ده تک به تک ایزی من مایک هم میمندم. باش. بذار اون بیاد. مایکم قرار ببنده ولی خب بعد راهنمایی کنم بچه‌ها. مرسی پسر. ماشاءالله. بچه‌ها مرسی که تا اینجا تماشا کردین. حالا آیا هنوز امسیز ارزش زدن داره؟ 100%. بچه‌ها یکی از بهترین گانا سیزن بعدم احتمال 99% میاد رو زمین. حتما اگه پولشو دارین بزنین، گان خوبیه. و اینکه اتچمنت هم بچه‌ها عکسش آخر ویدیو براتون میذارم. دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردین. اگه خوشتون اومد لایک کنار صفحه یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.